فکر مارکس نه خود مارکسیست نیست اما بحث دیگه همه دکتر تو بحثی جریانی دیگه از متحیرم کیش جریان ها که 4 سال جریان یعنی تو جریان دو حرکت 4 سال جوره که کمینی دو کنه هندک موجا سوار بیتن دکتر حتی چند مساق با مقصد مساق انتخاباتی یعنی آخه برای خود رفتاره که روشن فکرانه اول دو بود خواهی جامعه که کسی خب هیا دکتر مانی دست فکر یه هیا دو مثلا تو خواهد در تازه مثال بگیم ارتش داهیت بیتن مثال نه بیشم رفتاره که روشن فکرانه نه بیشم که آنت کانتکس ها چارچوبات روشن فکر رفتاره که فرقی کرد تعریف ها اما داستان اول که جریان در مفهوم متاسفانه اول مختص جنابه دنیه ها مختص کل او کسی که حوزه علمی داد ایران داد اول در مفاهیم به صورت روتین گیر ندسته خود جریان روشن فکری حرکت نظام دا نهله های فکری اونا برای خود بونه کنه تعریف جامعه بی در پیکر کن آروگت صحرایی که تئوریک دا نبود نظریه که اجتماعی آروگه که شکل روشن فکری که تو بحثت که نه تنها یک مینه بلکه جریانه که شیعه فخر اسلام آبادی تعلیل کرد به جز نقنقی از این نیمانیت نه ولی حتما بگوره من وقتی هم جریان رو از تعریف کنیم جنابی که جمع کرد تعداد هندگ نفر نه از حالا ببخشید از واسه فکر کنیم چیز تعداد نفر و کسا از واسه تفکری دیگه از ویژن تفکر که تا حالا دیگه تفکر که بالنده نه چه مقاله علمی ندانه ادبیاتم شاید ولی تفکر که کسی که مال خدا نوشته مقاله بده خب مقاله جاهل محل مقاله بده روزنامه رسمی کشور دیدین به اصطلاح انجام ده کسی که در واقع جامعه خود به نوعی نقد کرد وقتی که بیجن مثلا فیلسوف که ابن گرامشی نه حتی نفر که فکر دیده که ویژه دوباره به نوعی بین تعریف روشن فکری دیده از فکر که دایره روشن فکری در گلا کش کرده در هم کش کرده کس دیده حالا شاید نهاد جینا باشه از 2 سال دیگه جینا و هر نوت تنین ایرانی در ایرانی در شاید جینا به هر حال اول ایران نه از مینا به عنوان ایران ترجمه کنم ادبیاتم من دیدگاه اختلاف دیدگاه ام برای خودم سر تفکری سر اصلا کسا درکن وقتی واسه جریان دیدیم جناب تگو کسی 4 سال حاکیه 4 سال هنکی کسی ثبات شخصیت چن ام واسه کسا نکنم واسه تفکری درست تفکر از معتقد حالا عرض کرد دکتر ما عرض کرد 400 سال فکر تولید نبیا مقاله تو از محفل دانشگاهی دا من اول که حالا حوزه حداقل علوم انسانی بحث روشن فکری زورتر حوزه علوم انسانی دا مفهومه که علوم انسانی دا لحاظ اول که اصلا علوم انسانی دا هیچ فکر تولید نبیاد ایرانی نه تنها اول اصلا همه برای کدو نویسن همش که خوشن و خوشحالن جریان روشن فکری نساخ ایرانی ده اصلا نیه که حتی نساخ بید نیه حتی نساخ بید دکتر برای خود اگر هم بخوازن اول که کرد اول تعریفه که مفهومی بخوش بود جریان روشن فکری بگه متاسفانه در جریان روشن فکری زور تقلیل داد در جرا اول بود بیریاژن که ممکنه روشن فکر از جا بود در جریان دنیا نه جینا دقیقاً همون بحث تعریف بحث نقشه بله من از خواستم عرض کنم او مفهومه او در واقع شخصی که هم ذهنی خود حالا از ذهن خود شاید تو ذهن خود معرض که منهایمت برادرانه خرا روشن فکر بزنه خوش ذهن حالا خوشگاه مرزی از خواستم عرض کنم
اما وقتی تو بحث جریانی که میرم محل مناقشه جریان یعنی این که جریانکی فکری تولید بیاد بخواستی جامعه تغییر در تقلعت کرد مخالف نظم موجوده و هر جریانه چنین ارتشتر چنین ببخشه کسی که اعتراض و باور سنتی تحصیل کرده به طور سیستماتیک فعالیت خارجی و در واقع وی راستایی در قرار داده او نمی‌کنه نقش کرد روشن فکری هست او دکتر دکاره از فکری که دکاره نظام چقدر جنوب در برای اول افکار این کسی ببخشه کسی که این باور سنتی و هم واسه بالا قدرت سیاسی باور سنتی و عشیری که کسی که نقد کرده راستایی در مقالات نویسنده راستایی در تولید محصول بکرد تولید محتوا بکرد خب از نوع حالا جناب تک دیویژی مثلا به عنوان تاریخ‌دان که جسارت نمی‌کنه ولی به عنوان کسی که تاریخ ناس کرد بنویسه نرده به ادبی ولی خب اصل قادر حتی نهادی مملکتی در یک شاید هنده تغییر پیدا بیاد اصلا چه جریان روشن فکری نه دکتر اگه هوا برای خوب ام 100 سال لحاظ حوزه علوم انسانی من سرقت نداره مفهوم لدر و بین ببینم رفتار متدیکی خوب بتنظیم اگر فلسفه غرب و ادبیات جمله بیشتر جمله پاکستان فلسفه غرب به سنت و خواهی چند هزار سال سر پشت فلسفه یونانیه چه ایرادی چنده جامعه کار روشن فکر یونانی نبستگی چه نام دکتر جامعه کار روشن فکر تولید کرد جامعه که خود انتقادی اجتماعی هست او رو که برنامه تولید دوید رگی گریا گرک و اوکت کرد او جامعه هیچ نگشته خود انتقادی اجتماعی که حتی هم بحث کن که روشن فکر دیده جامعه توسعه یافته چطور تبیجو که جامعه توسعه یافته هم خواستن لیره هدف توسعه یافتگی نقد وضع موجود توسعه یافته بس من روشن فکر نینه علتو چون توسعه یافته من روشن فکر تعریف کرد وقتی توده تعریف کرد رفتاری توده تعریف کرد نقد رفتاری روشن فکریه دکتر جان ببخشید دیگه رشمین برای خود موضوع برام برای خود ننی مثلا شایگان بیجید من روشن فکر ایرانی جی مثلا ریشه اینو ادانا جی اندیشه اندیشه وی بیجه مثلا روشن فکری مکر اینو باورین عشیرتی کسری بدهنه باورین قبیله گوهنه وقتی دیگه کار آفرینی که اینا دانا شنو بیره شنو زانسته شنو اندیشه دوشی بیشی اما تو بی کلان رد که بیچ ما شخص یک بنای روشنبیر نینه البته شده که یعنی برای خود آقای جمعگیری از معتقد به هر حال هم دانش آموز علوم انسانی نه جناب البته از نه بزرگواری با که استفاده که آرو که میکرد هیچ محفله که شاید تو فضا علومی ده حتی همینه که نظر لطف داستان اوه از مطلق اندیش نگاه که دوگم مسائل آدمیه هر کسی که نگاه که دوگم به مفاهیم علوم انسانی هبیدن او در واقع او درده علوم انسانی ناخود اساسا اما آقای دکتر فرمایشات درسته هر کسی که مقاله که نویسی فرهنگ و عامه نقد کرد تئوریه که تولید کرد و فرهنگ عامه البته روشن به شرط که فکر خوب ثبات قدم بید و جی که فکر نقص هست کمکی کرد استعانت کرد لحندگی مفهوم اما سوال اوه کش مکه هست ارمیه دکا نقد کرد سنت اجتماعی نقد کرد واسه پایدار استوار را هستید و هزینه رو تحمل کرد چه مستاقی بسنگه میرم الگویه که
روی چرخش منافع دکتر طرف دو سه جیه دیگه عرض کرد رادیکال ترین شعارات داد بو قوم مطلوب آخو اما چی جیه دیتر در بخاطر چرخش و منافع گر او کسی که دیجی فرهنگ و قومی خود حرکت دید و شرمزان دکتر علی گرد همداستان مثلا هم فاصله نگرفت دقیقاً من سوالم اول من اجر دست به قضا از خواستم زور مستاقی ده که شکل لونه نفره که به صورت مستاقی که فرهنگ آمه دستاناس هیجانات و به صورت علمی و پژوهشی فرهنگ آمه نقد گیریه یه منوی دکتر ما کشتی اختلاف دیدگاه معوض به روشنفکر به جای نقشه که برای خود میدن جناب با عنوان سوبژکت شخصی که برای خود دیدن یعنی از دیویژن وقتی کسی این نقشه داده جناب تفاق قبول که کسی که مقاله بنویسه و کسی که فرهنگ و باور پای سنتی در واقع نقد کرد اول به نوعی که اکتی که روشنفکرانه از دیویژن اول جریان که وقتی از دیویژن جریان بحث و معلوم نمیگه قیاس کنگل مثلا جریانی که تاریخ عوض کنه بحث و ارتش تو که موجوده از دیویژن جنابی تا از دیویژن ارتش تا هیا را پاشینگی تا دیویژی البته صبح تغییر تفکر که از فکر ناکه مستاقا ضد روشنفکری بود ولی تا دیویژی آداب و اخلاق رعایت ناکه هجی گرد همداستانه او شخصه 100% جی نقده و 100% جی وی لحظه بشونده جز جریان و روشنفکری نه و به قولی احساسی هم هستن خیانت بکیه ولی اول خود بحث رو من متفاوت از داستانه که بیشم اول حتما ضبط کرد همه ضبط بید دکتر نه حتما همه ضبط مولانا پاکستانی هم یک کشیشه که مناظرت کرد گوته کشیشور ایمانی بید گوته کشیشور ایمانی بید مولانا از استفاده اسلام حج میرم تو جیر مسیحیتی کشت پیروز ببلا او بشته صد دینه خلاصا مولانا پیروز بید صفات اسلام زور اینا دارم کشیش او شرع صلیبی و پشتا بحث کرد او جا مولانا که خوش شبه ها دنو مریدت خوب بوده دو صبایت کشیش ایمانی بید کشیش روژادی پاشتر مولانا چولالی کشیشه گوته کشیش ورم چون کلمه شهادت اینه گوته مولانا او جامعه دود بیجه جامعه یوتوپی او جامعه هنده خوش مدینه فاضله مزور فکر کرده مملکته که حج میره که از مولا خوب بملیری زندگی کم زور مشخصاته او جور کشی مولانا فکر که کس نیه گوته دایره محدود که گوته شهره که برای خدای نیه گوته گنده که نه گوته مولانا مولا که پیدا که با مشخصات نه از بوم جنوری برای خدای دو او جنینه مولانا ناراحت ها دنو مریدت خوب بود هشمن خدا و هستی او کشیشه نگو نفره که پیدا کرد نه دکتر برای خود ده به مفاهیم علوم انسانی لیستنه بکن بیشن مفهوم در و اوکی بینه نگاه که ابژکتیو در بیا مبحث نگاه که عینی گرایانه کار کرده در بیا هم رسد کرد کار کردید من جامعه من چه بینه به جز فلاکت از ناخوازم درخه که بشه برم جامعه تحلیل کرد هم آسیب شناسی که هم بو چمن در پاش کرد دکتر او از دو حالا گرد بیشن او دارالندوه یا همون او 40 نفر که دو سه نفری توش لیره نه قضیه اولین دسته بر قضا او انسانیت زور فهریخته جی نامونده انسانیت که واقعا دلسوزه اما دکتر شیوه مطالبه گری من ضعیفه شیوه مطالبه گری الهجی اوه که من جامعه خون نناسید دنیاش روشن فکر بر
جامعه نناس از نشیم وقتی از بیشم شعر یا فلان از بیشم فلان نقصم فلان موقعیت جغرافیایی و شهر دو محل لحاظ فرهنگی تبی از بچه دید زندگی تبی از بناسم که جامعه چه رفت لیر رونی خواهی بش کتاب خانه کی چند کتاب مارکس ده همه حالا هندک برادریت ما هندک برادری ما مثلا کی؟ تک کتابی نجی خطرناکه تک کتابی نجی کتاب وکید گیرن حالا اندیشه چپ یا لیبرال تخینه بر اساس کل داده ذهنیان و همون اساسی دیده تعریف کرد اما نوب تعریف وقتی تو اگر روشن فکری الگویی که بومی بده دو خیابانا دو حالا هم اسلام آباد بگوه رو بورسه دو اسلام آباد الگویی که تئوریک بده متدیک بده لحاظ فرهنگی هم چپ کرد جامعه اسلام آباد هم دی فقرات چا بشین لبهی ببن هم ناملایماتید که حکومت مرکزی یا حکومت محلی سربهنه هم دی چا بشین نقد کن و بر اساس او هم دی چا بشین مناسبت که تنظیم کن نابنده خواسته که من رفتاره خواهش توابو؟ توابو ببخشید باید بیعلاوی نیکو قصد نامدادی ببینن دکتر جان وقتی برخواد این جامعه ها و انباس جامعه که توسعه یافته یا اوتوپیا که آرمان شهر که امناکن برای خوابه دیده شاید معظم تنین روشن فکر من دو اختیرون بستا در اون جامعه که در استفاده دینی که رشخبیه نوعی در کرده یعنی هم بیشتر چون جامعه توسعه یافتن نه چون جامعه به قول جنوب تا گندگی در چه هم بیشتر روشن فکری چه نه از فکر دیدیم اول نتیجه گیری که درست نه بحث رو دادی حالا بحث جنوبی تر بحث اسلام آباد خب اما همون موزلن همون در واقع کیسن اما همون موردن قطعاً دیگه جریان روشن فکری وی باری داری البته هنه نه اینکه من چه نمیاد برام نظریه هنه هر کس نظریه خود در بود فرهنگی در بود اجتماعی در بود اقتصادی در من عرض که برای دیسا بحثا کسا درکم بحثا کسا درکم شاید اصلا مثال که از شاید جناب طرف بینم از بیجم روشنفکر تو بیج اصلا روشنفکر نبی دلیل بیجی اگه بیجم بی دلیل روشنفکر بی دلیل از وینه بیجم از بیجم یعنی ام بی بحثی داریم بحث نقشه بیتیم بحث تفکری بیتیم وقتی ارتشته هیا ارتشته اجی گرده موافقم بالندن نه ارتشته واسون نکو میوه حداقل من ایروجی بدیدم ولی هیا و گویا که خواهی به همه دستکفتی من نمونه لیدم راجع کرده نه و تکرار دستخواه اینان دنه ولی جناب تدبیجی اوتوپیای نشان بده آرمان شهر نشان بده خب آرمان شهر اصلا چه دیگه دنیای دنه بوده حساب که از سوئیسی تلویزیون ها کسی که بر سوئیسی بیر ببخشد نامای نفت کرد خواهش کم دقیقا دویه سه خود دکتر گفت اوتوپیا ادبی همین روشن فکر کردم ولی روشنفکر ذهن خواهده دقیقا روشنفکر ذهن خواهده اوتوپیا دبیت بگیجی اوتوپیا دکتر حافظت های کوتاه مدت دوش رو نکنید دبیت بگیجی اوتوپیا دبیت بگیجی اوتوپیا من عرصه برای نیاکو مسلس که از ذال که خواه اگر خواه سر کرد چه دبیجه من آرمان شهر که آرمان شهر نامن او آرمان شهری بودید بگیجیده نظر خود هم که تصور که هم که آرمان شهر اونجی چه نه به اساس او روشو که دکوره چیتر که برخواد میده یعنی اب تشته به هر حال دبی بگیج میده ام نو بجن جناب تعدیل مثلا روشن فکری نو حساب کنم مثلا چون اصلا مارکس یا اوتوپیا مارکس گیش دیده عجیبی نه سومجه ارزومجه دیسا از زور جنبندی کم قصه خود چنگ گذارد دیسا از معتقدم خب آخد نام اوه از معتقد مد شهری علمیه در روشن فکر چنینه حالا سریحتر گسترها اجتماعی یا ایران دو
روشنفکر به معنای واقعی بگویم چنینه تناسب تعریف ها که از بیجن یک سری کسید و که آقای ملکیان آقای دکتر سروش دین بحث حالا نواندیشی دینیش که بحث اون مباحثات که دیساج از معتقدم بخش از زور افکارت و نشخار گرن و نگاه در و نه چون الگوه که بومی بود جامعه خوب ارائه ناده ضعفات تئوریک مهیه من نه تنها روشنفکر چنین اصلا جریان روشنفکری هشتا اروپا دا ناقصه حتی هم بینم لیره بحثت کنه ارمیه دا بیشن جریان روشنفکری هیا و پویا یا دیتر از معتقدم روشنفکر دمیاد درکه که چه که نابنده خواستید خوب روشنفکر اساساً بو هندینی نکه هواری بکردن او بلاک هاتی سریبه روشنفکر دبیاد درکه که بی نابنده هندی که چا او نیاز جامعه بیتا مطالبه کرد و دست آخر از کاملا مخالفم گل فکر آقای دکتر تندرست اون معقولی دا که من دستاورد بینم او جامعه که از تو الان پیدا زندگیت کم او روندا طبیعی زمانیه بستره طبیعی زمانیه که دو بستره با حرکت بکن و اب بستره اگر از فرجیجی با توجه به او فکر و فعالیت خود دیداجی نبون جامعه ده حرکت ها خود با کنن اما مشکل من شارع علمیه ده اوه که حالا او کسی که هنده جا ادعات کن حتی روشنفکر که از امان روشنفکر نظامه نه تنها روند و حرکت و توسعه و شهر تند نکن بلکه کند بکن سر و خاطر از بیجمعان کارآفرینت سیاسی اگر نه من همه دوستت منم رفیقت منم اما فکر اون شاید فکر اون درست بید اما در مقطعی که تاریخی دو و که زور فعالیت علم هیجانی رفتاری کرده توده هیجانی تر و یک سری مسائل داشتی حتی نگهانه فهم تنظیم نکرد یه فهم و تودهش که اوجی ناشید عدم آگاهیه در کل از خوزم بیشم از انسانه که منفی باف منفی گرانینم مواجه ها ما آتشتید که سر روی عردیه از وقتی بینم آهنده لحاظ علمی مناطق حاشیه نشین شهر ما هیچ درک ما هیچ تئوریک هیچ فهمک بو آدانیانی نه خوب طبیعتا اول نشانی هنده که نه ما فکر که روشن هست نه ما آینده پژوهی کریه اساسا یک کار کرده روشنفکر اول من عرض کرد ذهنه که خود بنیاد طبیعی در جمعه دا هویت ها خود دست ندار که هم هر جمعه که دا فوری هم هویت ها خود اعتقادت خود دست دادن بو خاطر هنده که تایید به جمع تایید کرد که اولش یک مشکلات اساسیه نخواستم بجم از جامعه ظرفیت هنده اینه که روشن فکر تولید کرد به طور یقین از جامعه که آروکه او بستره چیکیریه که از تو
هم راه کیلگوی کدو حرکت کرد او جامعه که 2000 نفر خرده بید بو تئاتر دیدنا تئاتر که و فضا که ایران او که ممکنه پایتختشی او حرکت نبید یا او جامعه که فعالیت فرهنگی ده او بسترهای بود تولید که روشن فکره به شرطی که دنگ او کسی که آخودنه متناقض هبن متضاد هبن گهداری کرد فرهنگ یکی مفاهمه نابنده تضاد دا چه بید تضاد فکری که منیه عجولانه ذهنیت خانیه نکنم بارا هندک مباحث هندکی گزاره هم نگیره به عنوان لیبل و برچسب علیه کسی دیگری هم تبدیل نکن به مثلا یک کسی که درک من نسبت به دیگری بینسه میزه گل و دیالوگی کرد او دیسکورس و گفتمانه محبید شاید در گذرا زمان دا هم بشین روشن فکر تولید کرد و حتی 100 سال آینده داشت هم بشین جریانک به نوع جریان روشن فکر ایران دا همید او کسی که وکی کاتوزیان همایون کاتوزیان وکی احمد اشرف وکی آبراهامیانه و وکی فریدون آدمیت وکی احمد کسروی که بحث روشن فکری کرد تعریف کاملا ناقص روشن فکر ایرانی هنه و جریان روشن فکری ایرانی دا قوام نگرد هرچند او چود بسته را لوژیت فرامانسونری دا تعلیم جی پیدا کرد دیسا جی قوام نگرد و آخر سر از عرض کرد که ارومیه دا من حداقل نسبت به پایتخت 40-50 سالوج عقب داره کل آخدنامه اوه دست خوش سپاس آقای دکتر تندرست جنابی تجربه جنبندی کنم خدمت و عرض کنم به حال آقای دکتر کاری دسته نمیشه من جلو کرد از این خیلی سهر کنم در مردی دیدیم اگه هگل و فویرباخ نبانا مارکس چی نده بود اگه اسپینوزا نبا هگل چی نده بود اگه کانت نبا اسپینوزا چی نده بود چطور اگه دکارت نبا کانت چی نده بود اگه یونان نبا اصلا فلسفه مدرن نده متفیش نه همون گریگایی هست وقتی بحث و فربختر از ایدئولوژی مطرح کردی جناب تا نباید دکتر همون دیگه پخش رو دیگه دکتر مسئله سازی البته از خدمت دارم ببخشید از آنم چین اصلا اوای کشی نکن نه نظام حمود بی هوا حمود بی هوا دو مسئله سازی که طرف لهولند از زنگیل دم بود بهش میدم روش علمی بومه بیره 10 سال من فقط نو چادریت کرده از گری من هیچ از وقتی لیره گوشه که آمستردام رونش مخوری هیچ احساس کردم از کرده ناناسم بو چه خد تاریخ ها من مال تاریخ ها علمیه تاریخ ها کرده بو چه اکثر مستشرقی روس بنویسه مثلا ابزار کلان هست که نادیده دیگه ابزار چه نداره مثال هست عرض که زمینه محیه یعنی از ذهنیت ببخشید معذرت سرخوردگی اجتماعی حضور تحلیل کرد طرف بجید بنر ملی دو کس نتاد بنر مدران فلان اوه که اوه